ادغام تصاویر در المان‌های صحنه به روش کلیپینگ ماسک، تکنیک جذابی که همیشه راهگشا خواهد بود. خب دوستان خوبم، سر بریم سراغ آموزش. ما یک تصویر گرافیکی اینجا داریم که یک سر شیر ادغام شده با المان تکس ما و یک طرح گرافیکی بسیار جذاب رو برای ما خلق کرده که میتونه توی مدل ها و فرم های مختلفی برای شما حلول پیدا کنه بر اساس آن چیزی که شما مد نظر دارید. حالا ما اینجا روش خیلی ساده رو در نظر گرفتیم که تکنیک های لایه ها هست. از اونجایی که ما ماسک لایه رو یاد نگرفتیم، قرار هستش که من با یک روش جایگزین به شما این آموزش رو یاد بدم و شما اون رو انجام بدید. میرم روی سربرگ بعدی و شما میبینید که یک لایه بک‌گراند سفید ساده داریم و یک لایه لاین یا همون شیر رو داریم. خب اون رو در وسط صحنه قرار میدم به شکلی که بتونم اون رو از وسط به دو نیم تقسیم بکنم. خب با ابزار ساده رکتانگولار مارکی تول میتونم در وسط اون رو انتخاب کنم. خیلی هم سخت نگیرید، خیلی اوکی. خب اینجا برای اینکه بتونیم یک لایه رو به دو نیم تقسیم کنیم، از لیر نیو لیر ویا کپی نمیخوام ازش استفاده کنم چون فقط کپی میگیره ازش. یه بار با هم تمرین میکنیم. اگر کنترل جی رو بزنم یا لیر ویا کپی رو بزنم، از همون ناحیه انتخابی ما یه کپی برمیداره. خب من برمیگردم کنترل زد میزنم و اون ناحیه انتخابی زمانی که انتخاب هست و فعال هست لیر نیو و این بار لیر ویا کات رو میزنم. این بار شما میبینید که لایه شما به دو لایه تقسیم شده، سمت چپ و سمت راست. اینجا اون رو به اسم لفت تغییر میدم و حالا میتونم چشم اون رو خاموش کنم. حالا اینجا میخوام یه تکست تایپ بکنیم. این بار میرم روی ابزار تکست و ابزار ورتیکال تایپ تول رو انتخاب میکنم و یک کلیک میکنم و کلمه لاین رو تایپ میکنم. میتونم یه اینتر بزنم، کینگ رو بزنم. چون اینجا داره به سمت چپ برای من تایپ میکنه، پس من میتونم اول کینگ رو تایپ کنم و بعد یه اینتر بزنم و لاین رو تایپ کنم. خب میتونم اوکی بکنم و اون رو با ابزار موو منتقل بکنم به جایی که میخوام. میتونم اون رو بزرگ و کوچیک بکنیم، تایید بکنیم و جای اون رو نسبت به چیزی که میخوایم اوکی بکنیم. خب مثلا من یه نوشته دارم و تصویر شیر. بسیار عالی. ترتیب اینجا دوستان من بسیار بسیار مهم هستش. همیشه دقت داشته باشید. بافتی که میخواید داخل المان قرار بگیره همیشه باید بالای لایه المان قرار بگیره و بعد اینجا زمانی که دکمه آلت روی کیبورد رو نگه میدارید، بین دو لایه وقتی قرار میگیرید شکل موس یا آیکان موس عوض میشه. حالا میتونید کلیک بکنید و لایه بافت شما یا تصویر شما درون المان شما که اینجا تکست هست قرار میگیره. حالا میتونید روی لایه تصویر با ابزار موو، اینجا شو ترانسفر کنترل رو غیر فعال میکنم، اون رو جابجا بکنید حتی و تغییراتی از لحاظ جابجایی به اون بدید، یا حتی روی تکستتون کلیک بکنید و جای اون رو دستخوش تغییر بکنید و میبینید که به عنوان یک ماسک برای این قسمت عمل میکنه. حالا من اینجا میخوام بهتون روش قدیمی تر رو هم یاد بدم، زمانی که کسی اصلا این تکنیک رو بلد نبود یا اصلا این تکنیک وجود نداشت یا حتی خود ما اصلا نمیدونستیم یه همچین تکنیکی به این سادگی وجود داشت. تو نسخه های قدیم به چه شکل میتونستن این رو انجام بدن. خب حالا من آلتو نگه میدارم، بینشون کلیک میکنم و حالت اول برمیگرده. اگر بخواید این کار رو به روش سنتی انجام بدید، باید کنترل نگه دارید روی تی کلیک بکنید تا نواحی شما به شکل انتخاب در بیادش. بعد میتونید نوشتتون رو خاموش کنید، برید روی لایه لفتتون و محیط انتخابیتون رو برعکس کنید، سلکت و اینورس. چرا؟ چون الان اگر بخوام این نواحی رو پاک کنم و دکمه دیلیت رو روی کیبورد بزنم، این نواحی پاک میشه. این به درد من نمیخوره. من دقیقا میخوام برعکس این حالت اتفاق بیفته و کنترل زد میزنم، سلکت اینورس. حالا برعکس شده و این بار دیلیت میزنم و کنترل دی میزنم. یه خوبی داره این روش اینه که لایه شما و پروژه شما سبکتر هست و بدیهای اون این هستش که شما دیگه یک لایه داریم. اگه آلت رو نگه دارم روی چشم کلیک بکنم، یک لایه پیکسلی داریم که بقیه قسمتاش پاک شده و چیزی برای برگردوندن وجود نداره. نمیتونید تکست رو جابجا بکنید، نمیتونید بافت داخل اون رو. این هم اوکیه.
ولی هر زمان بخواید جابجاش بکنید فقط همین لایه هست که برای شما وجود داره و این قدرت کنترل شما رو از شما میگیره. پیشنهاد من به شما این هستش که شما از روش کلیپینگ ماسک استفاده بکنید. لایه باف رو روی بالای لایه المان قرار بدید، آلت رو نگه دارید و بین دو لایه کلیک بکنید و عملیات کلیپینگ ماسک برای شما انجام میشه. با این روش میتونید پروژه‌های بسیار مختلف و جذابی رو انجام بدید و این بود روش کلیپینگ ماسک. باید اون رو یاد میگرفتید و تو جلسه‌های بعدی قرار هست بریم سراغ ابزارهای بعدی باقی مانده، خیلی سریع اونها رو یاد بگیریم تا پروژه‌های اساسی برسیم. اگر آموزش براتون کاربردی بود کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون رو به دوستانتون معرفی بکنید و با ما تو آموزش‌های بعدی همراه باشید. موفق و پیروز باشید.